اندیکاتور گلدن CFX رو داریم. دو پارت مجزاست که یک شرایط خرید و فروش برای ما اینه که عرضم به حضور شما ساختار شناسی هم برای ما کاربرد داره، یه تایم فریم بالاتر رجوع میکنیم و ساختار مارکت هم اونجا بررسی میکنیم. خب به سشن لندن نزدیک میشیم و برای فروش یا خرید خودمون رو آماده میکنیم ببینیم که سیگنال ها به چه شکل هست. خب اسیلاتور ما به اووربات نزدیک شد، سرعت مارکت واقعی، یه سیگنال فروش اینجا برای ما صادر کرد، اینجا هم تایید کرده. من دیگه بهش میگم FTC به اختصار یا Fast Trend Change. به ما میگن که شما بهتر اینجا وارد فروش بشید. خب ساختار بلند مدت‌تر هم نگاه میکنیم، 15 دقیقه ببینیم کجاییم. 15 دقیقه هم جایی هستیم که مارکت داره ریزش میکنه، ولی توی اصلاح خوبی از بازار نیستیم. یعنی بازار مثلا اگر اینجا خریدیم باید 38 40 پیپ ریزش داشته، ما دوست داریم تا این 20 پیپ بالا بیاد. مثلا اینجا که بالا اومده تقریبا 50%، پس منطقه خوبیه برای فروش. قبل از سشن لندن هم هستیم. ما یه مقدار بذاریم بریم جلو که دقیقا بیفتیم تو سشن لندن. چون قبل از سشن باز شدم ترید کردنم یه مقدار اشتباهه. تریدم که قبلی رو میبینید سودم شده بود، اگر انجام داده بودیم قشنگ به سود رسیده بود، ولی ما دوست داریم شما رو با اصولی ترین قواعد آشنا کنیم. خب سشن لندن هم یه مقدار بریم جلوتر دیگه شروع میشه برای ما. بعد اینم سشن لندن و دقیقا میبینیم که ریزشی شد. یه مقدار اون تریدی که ما میخواستیم باز کنیم اینجا چقدر 16 پیپ توی سود بود. ما گفتیم که باز نکنیم برای شما، اما اندیکاتور به ما سیگنال درست رو داد. خب شب دراز دست و قلندر بیدار، ما گذاشتیم که سشن لندن شروع بشه. حالا میریم که ببینیم که چه سیگنال جدیدی دریافت میکنیم. هرچند که دیگر سیگنال فروش برای ما معتبر نیست. چرا؟ ما دوست داریم اولین سیگنالی که دریافت میکنیم رو همیشه اون رو ترید کنیم. یعنی اینجا اولین سیگنال ما بود، ما الان ریزش رو دیگه داشتیم. دوباره اگر بیاد بالا بازار اینجا ممکن استاپ هانت کنه، استاپ فیشینگ کنه، بیاد تا این بالا و دیگه سل برای ما معنی نداره. ما باید بذاریم ساختار بازار عوض بشه. میبینید که پوزیشن همچنان داره میره توی سود اگه فروش داشتیم. همون بهتون هشدارم دادم، گفتم که ممکنه بازار تغییر ساختار بده، فعلا یه تغییر ساختار کوچیک بیاد، بله در نهایت ممکنه به چرخه و افزایشی بشه بازار که شد. به همین دلیل گفتم دیگه سیگنال شورتی ما معتبر نمیدونیم، وای میسیم که بازار چی بشه، تغییر ساختار. الان آخرین سقف خودش رو شکست، این سقف هم بشکنه دیگه کلا روند صعودی خواهد شد. هرچند ما کاری به اون روند ها نداریم با اندیکاتور، ولی کمک میکنه به شما که سیگنال های 100% رو بگیرید. نیازی نداره اون تایم فریم 15 دقیقه هم ببندید، یعنی شما به هیچ مشکلی بر نخواهید خورد. من فقط به عنوان یک کمک برای شما گذاشتم که ببینید که بله تغییر ساختار به این شکل. دومین سقف هم شکست و کلا دیگه مارکت از حالت
نزولی به صعودی شیفت پیدا کرد. حالا ما وای میسیم که اندیکاتور گلدن به ما سیگنال بود. سیگنال رو کجا به ما داد؟ اینجا. توی 15 دقیقه نگاه میکنیم میبینیم جای خوبی برای خرید هست. میبینیم که یه صعود شدید داشتیم و پس از یه صعود مثلا 120 پیپ که این یه خبرم پشتش بوده، چه سشنی هستیم؟ بله، نیویورک. این یه خبر بوده که بازار رو تا اینجا بالا آورده، پس منطقی نیست شما اینجا ترید کنید، هرچند که سودم شد، اما مهم نیست برای ما. برای ما اینه که شما اصولی کار کردن با اندیکاتور رو یاد بگیرید. میذاریم بره پایین زیر مووینگ 200. حداقل اینجا میتونستیم وارد مارکت بشیم که سیگنال خریدم به ما داده بود، ولی دیگه مهم نیست. سشن رو که نگاه کنیم دیگه رفتیم تو سشن سیدنی و دیگه کلا ارزشی برای ما نداره ترید کردن توی این سشن ها. ما تا سشن لندن که این خط قرمز باشه بازار رو پیش میبریم توی این حدودا. روز از نو، روزی از نو. ما چی رو داشتیم؟ ما همینجا یه سیگنال معتبر داشتیم، اینجا موقعیت خرید بوده با یه استاپ 6 پی پی. شما چقدر گرفتیم؟ 1 به 1 رو کامل اینجا گرفته بودیم. شما بازار رو تند کردم، فقط نشون میدم کجا ورودی میشد. اینجا ورودی شما میشد. تیک پروفیت شما میتونست یه جای بودن اینجا باشه. نه پیپ و استاپ 4 پیپ، یعنی 2 برابر به شما سود داده بود. دیگه نمیارم عقب بازار رو، شما میگید تقلبه، ولی من میتونم براتونم عقب بیارم. ببینید در همون شرایط هم چجوری میشد باش معامله کرد. اندیکاتور سیگنال اوورسولد داد. اون ورژنی که ما خدمت شما ارائه میدیم اینجاها به قولی سیگنال سل و بای صدور میکنه. من خواستم چارت شلوغ نشه، این ورژن رو برای شما بالا بردم. حالا یه لحظه برای تست بذارید اون یکی ورژن رو بالا بیارم که ببینید دقیقا به چه شکل میشه. اگه بخواید با اون تنظیمات هم ترید کنید به این شکل میشه، به این شکل در میاد. اندیکاتور شما زمانی که تنظیماتش رو تغییر بدید، بگید که با یه فلش به من نشون بده، به این شکل به شما فلش های خرید و فروش هم نشان خواهد داد. خب حالا برگردیم ببینیم این سیگنالی که برای ما صادر شد به چه شکل شد. پس ما به 2 مؤلفه نیاز داشتیم، یکی این که FTC به ما خرید رو نشون بده، یکی این که گلدن توی اوورسولد باشه. پس اینجا جای مناسبی برای خرید بود. شما می اومدید استاپتون رو می آوردید $3.5، برای احتیاط $4 ما استاپ می دادیم، بای خودمون رو می زدیم. ببینید که اسپرد هم توی این بازار بی تأثیر نیست. یعنی الان 2 پیپ به ما اسپرد داده فقط. همچنین برای استاپ، حالا خدا کنه استاپ رو من یه بار بک میزنم که تریدم پاک بشه. پس باید 2 پیپ فقط به خاطر استاپ به این اضافه کنم. این نمیدونم چه دیتاییه، هر دیتایی هست توی سشن
قبل از لندن هم از 2 پیپ خیلی زیاده برای یو اس دی کرد. حالا بماند، ما میگیم درست گفته. اینجا 6 پیپ ما استاپ لاس میگیریم، تیک پرافیت نمیذاریم. اگرم بخواید بذارید 1 به 2 بذارید 12. که تی پی بزرگی میشه تقریبا. خیلی دیگه بروکرش نامرده. اینجا دیگه شما میتونستید به سود گرفتن فکر بکنید، چون ببینید اینجا یه سقفه، یه ارده بلاک خودش به یه سقفه. پس ما میبندیم. میبینید که اسپرد هم از این بر 2 پیپ. بریم توی تریدامون ببینیم سودش چقدر شد بالاخره. 2 پیپ هم از اون بر از همون برداشت. آره ببینید $1000 داد. خوبه، نامردی نکرد. سرعت مارکت رو میبریم بالا، ببینیم چطور میشه. گفتیم ما هم ارو رو میخوایم، هم اوورسول، هم فلش رو میخوایم، هم خدا هم خود بازار با سرعت طبیعی. ببینیم اینجا به ما سیگنال بای میده. اگرم بده ببینید آپ ترند توی پول بکیم، ولی اینجا این کف و زده منو ناراحت میکنه که ممکنه دیگه جواب نده کلا. پس بی خیال خرید میشه اینجا. این خریدم میزدیم سود بودم، ولی من ناراحت همون یه ذره بودم. با همون یه ذره من مشکل داشتم. خاطر اینکه شما ممکنه انقدر سریع واکنش نشون ندی. توی چه سشنی هستیم؟ نیویورک داشت باز میشد، پس اصلا اینجا ترید کردن مجاز نبود. کار ما هم اشتباه نبود. سرعت بازار رو بالا میبریم. شما اینجا ببینید سیگنال طلایی فروش گرفتی. اینجا هم توی اوورباتی. اینجا میبینید که داره بازار با یه فشار زیادی میریزه. استاپمون ببینیم اسپرد 1.7 کماکان اسپرد داره اینجا به ما یه جورایی لطفش رو نشون میده. 13 پیپ با اسپرد. من چون خواهم اسکلپ بگیرم اینجا رو همون 10 پیپ بهش میدم، مشکلی نداره، چون میدونم اون تیپی بود. تیپی رو اصلا ور میدارم، تیک پرافیت رو ور میداریم. بریم که ببینیم بازار چه میکنه. به مووینگ برسه من میبندمش احتمالا. اینجا سرعت واقعی بازار بریم به این مووینگ برسه. من خواستم یه اسکلپ بزنم به این مووینگ. اگر واکنش برگشتی بده من میبندم. فعلا که این خط FTC قرمزه، نشونی از بازیش نداریم، خیالمون راحته. قیمت یه ذره میتونه بره پایین تر. سرعت رو میبرم بالا. به چیزی رو ناگفته نماند. این تریلینگ استاپ هم همون استاپ جدیدم.
بخوام برای شما نشون بدم بریک ایونش میکنم، استاپ هم مثلا استاپ رو برمیدارم ویژوال ببینیدش. این انقدر اسپرد داره آدم نمیدونه کجا بذاره استاپش. شما فکر کنید اینجا من گذاشتم اسپرد بالاست، من میخواستم استاپمون روی خط سبزه بذارم ولی چون اسپرد داره ماشاءالله بذارم اینجا. هنوز نشانه از برگشت نیست. چرا؟ اگه باشه این سرعت واقعی بازار. ببینید این خط قرمز میانگین فست ترند چنجه، یعنی سریعا اگه ترند از نزولی به صعودی تغییر کنه سریع به ما اخطار میده. الان قرمزه که یعنی داون ترندیم یا ترند رو با پایین. اگه به سبز تغییر کرد اون وقت من به فکر بستن این معامله کلوزم، ولی فعلا که قرمزه. سشن هم ببینید، سشن نیویورک، تازه نیویورک، اینجا نیویورک ساعت اولیه باز شدن نیویورک با ریسک 1% هم. من ریسک های فضایی نگرفتم، ریسک 1% ترید زدم. ریسک ریوارد منطقی به من بده. روی اکانت $100,000 هستیم، یعنی فعلا الان 1.4% روی سودی. تازه با این اسپرد 3 پی پی هم اسپرد بدیم دیگه، خودش $300 اسپرد داره از ما میگیره. اینم در ذهن داشته باشیم. خب دیگه استاپ جدید من میاد میفته اینجاها، چون دیگه رسیدیم به کف. هم میخوام سیو سود کنم، نمیخوام هیچ بخشی از سودم از دست بره دیگه. به این اوردر بلاک موقت این پایین برسه احتمال داره میشه اینجا یه مثلا 70% سودتون رو بذاری بعد بگیم پوزیشن رو ول کنم بره، ولی اینجا میایین تو 15 دقیقه نگاه میکنیم میبینید همه شادوه. بازار اینجا همه شادو زده، یعنی احتمال برگشت زیاده. پس برسیم به اون اوردر بلاکه که نرسیده، بازار داره واکنش بازگشتی نشون میده. من کاری ندارم، برسه به اوردر بلاک میبندم. $1 هم سیف شده، بیشتر از 1% ممکنه نگیرم. ببینید میرسه کجا، اون استاپ همه که 1% هم سیف کردم. اون خط سبز نشان دهنده استاپ همه الان که 1% رو سیف کنم حداقل. یکم سرعت رو بریم بالا ببینیم چی میشه. بله اومد تو این اوردر بلاک بالاخره. سودمون به 1.7% رسید، مجموعاً 2% سود فقط با 2 تا ترید. ببین استراتژی که داشته باشید اینجوریه دیگه، نیاز نیست بیاین بازار رو تحلیل. این چه تحلیلی میخواستیم شما اینجا، چه تحلیلی میخواستیم بکنیم؟ ما فقط با اینکه این دیدیم این گفتیم باره شروع کرد به ریزش، اینجا گفتیم آقا ترید میگیریم، تموم شد. به اونم نیاز نداشتیم. خود اندیکاتور طلایی سیگنال ریزشی گفتم آقا استاپت اینجا، برو بریم برای تی پی حداقل تا این کف 23 7 3 برابر به شما سود میداد 1/3. ولی خب اسپرداست که از این ور از اون ور ببین 4 پیپ ما اسپرد دادیم. 4 پیپ اسپرد رو نمیدادیم الان $3,000 تو سود بودیم.
ببندیم پوزیشن رو، تمر کنیم بذاریم ببینیم میره پایین یا نه. من میگم برمیگرده، چون شادو اینجا زیاده تو 15 دقیقه این همه شادو ممکنه بریزه ها بازار از اینجا. منتها خب اول یه برگشت میده رو به بالا بعد میریزه. ما اسکلپ داریم میکنیم دیگه، این استراتژی مخصوص اسکلپینگه. بریم یه بروکر خوب پیدا کنیم که اسپردا پایین باشه، با این استراتژی حالش رو ببریم. کلوزال بستم خیال راحت. سرعت بازار ببینید بره، آها این از اونم رد شد و دوباره برگشت رفت رو بالا. خب سیگنال های جدید اوورسولد داریم ولی FTC به ما سیگنال نداده. FTC کجا ممکنه سیگنال؟ اینجا. FTC اینجا به ما سیگنال داد، ولی من از چی خوشم نمیاد توی تایم فریم بلند مدت FTC سیگنال داده. ببین یه سقف مهم رو شکسته دیگه، یعنی یه ذره بیاد پایین دوباره میره بالا. پس این روند سقف قبلی رو شکسته دیگه، دنبال فروش نیستم. سیگنال FTC هم هنوز تایید نشده، شما باید میستادید کندل بسته بشه. من الان فقط گفتم FTC سیگنال چاپ کرد، اما باید کندل بسته میشد دیگه. بعد از کندل بسته شدن معتبره. مثلا اینجا الان معتبر نیست بعد از سیگنال برای من. جای معتبره که سیگنال بسته بشه. الان ببینید اونجا مثلا معتبر بود. سیگنال معتبر زمانی که پرینت بشه کندل هم بسته بشه. ولی میگم من از این خوشم نمیاد که بازار اومده توی روند نزولی هستیم ما، ولی بازار اومده این سقف‌ها رو زده. استاپ فیشینگ هم هست، ولی میگم من خوشم نیومد از این حرکت. از ترید سوم رو یه جورایی باید با احتیاط گرفت. حداقل مثلا وایساد یه ذره بره بالا، مثل الان این ریجکت رو بالا میده، یعنی ریجکشن میبینیم رو بالا. دیدیم ما اینجا ریجکشن خوبی هم دیدیم، دوباره ریجکشن میبینیم. اگه دیدیم دوباره ریجکشن مثل الان، ممکنه تصمیم به ترید بگیریم. ریجکشن دیدیم تمام شد، این کف هم اومد زد. با صورت واقعی نگاه کنیم این کف هم زد. بزنم کلا کندل رو رد کنم. نه آقا من این ترید رو نمیگیرم، شورت نمیکنم. دلیلم هم درست بود، گفتم این سقف و زده میخواد بره استاپ فیشینگ بکنه. کجا فروشندم؟ من سقف و کف رو بگیرم، من اینجا فروشندم. اگه اینجا به من سیگنال دادی من باید میفروشم. فعلا به حرفت گوش نمیکنم. ببینید نرسید و نامرد، ببین دقیقا نرسید به خط من. حالا میگی تقلبگیری از من دستم رفت، خیلی سرعت رو بردم بالا. اینجا ببینید سیگنال داد به ما دیگه. من گفتم اینجا فروشنده درسته.
چی دارم؟ یه دونه اوور بات دارم، سیگنال اوور بات دارم. این ورم که رسیده به ناحیه‌ای که از قبل مشخص کردم که آقا من این دور و برا فروشندم. به یه عدد گرد نشونش بدیم، 3640 مثلا، 480 اینا، 36450 مثلا. من گفتم اینجا فروشنده. خب سیگنال طلایی به ما داد. کجا من اطمینان پیدا میکنم؟ ببینید این گلدن قرمز یا فست لاینش، این فست لاین گلدن اگه اومد اینجا مطمئنم میریزه. خب تقلب کردم آینده بازار. ولی دیگه شما اون قرمز اومد این خط اینجا دیگه ما فهمیدیم که چه خبره، قرار بازار بریزه. یه استاپ لاس منطقی میذاشتیم کجا؟ مثلا اینجا تا اینجا، همون 10 پیپ خودمون خوبه، هرچند که اسپردا بالاست. تیک پرافیت رو 0 میکنم، نمیخوام تیک پرافیت بذارم اصلا، چون میدونم این همه ریزش این اصلاح بوده. این ریزش اگه بیاد احتمالا اینم بزن. سبز میذارم که تیپی باشه، اونم بذار قرمز کنم، اونم که زرد میکنم برای ورودی ها. اون ورودی ما بزن بریم. شاید الان براتون هم سوال پیش اومد، گفتیم خب اینجا این همه سیگنال اوورسولد ببینید این همه داشتیم ما، ولی هیچ کدوم نیومدن اینو بشکنن، از اینجا رد. حتی اینجا نگاه کنید باز بالای 80% موندن، تا اینجا اومده 80% شکسته. من دیگه سل گرفتم. خب میریم ادامه داستان رو ببینیم به چه شکل در میاد. من با سرعت بالا هم میرم، چون که دیگه دیدیم که بازار چه بازیایی کرد. کجا میتونیم دوباره یه فروش دیگه بگیریم، به پوزیشنمون به حجمش اضافه کنیم؟ همین جاها. من این کف رو بزنه دوباره فروشندم. بزنیم این خط زرد رو بزنم. سرعت منطقی زرد. یعنی کجا به من گلدن سیگنال داده؟ اینجا دوباره گلدن سیگنال داده، اوورسولد. گفتم کجا وای میسیم خط فست یا قرمزه بیاد از 80 رد بشه. اینجا رد شد، دیگه خیالم راحته. پس دوباره میفروشم، 2% ریسک دارم. بریم که ببینیم مارکت با ما چه میکنه. اینجاها ببینیم آوردم مارکت تو سرعت طبیعی. اینجا دیگه ریسک فری میکنم، دومی رو ببخشید، این 8.5 لات دومی رو ریسک فریش میکنم. چرا؟ اولا میخوام ببینم تو چقدر سوده. این ترید ها اونو بیاریم، این سیمیلاتور باز گاهی قاطی میکنه. ترید چهارم هم بریک ایونش میکنم اول از همه.
نشانه از بازگشت میبینیم؟ نه، فعلا استاپامون سر به سر کردیم، هیچ کار خاصی نکردیم. سرعت مارکت یه ذره ببرم بالا ببینم نشونه بازگشتی میبینم توی 1 دقیقه. این قرمزه باید سبز بشه، هنوز قرمزه. اینم مثلا باید بیاد از 20% رد بشه که بگم بازگشتی اوضاع. الان بازگشتی نیست. یه دیفندر بلاک خوشگل داریم اینجا، همون این بالانس که شما بهش میگیم برسه. ببینیم رسید و دوباره ولک ولکام تو آبادان. ساختار نزولیه، کفا برابرن، میذارم چی بشه؟ مووینگم 89 60. بالای این ممکنه احساس خطر کنم ولی نه. ببینید تازه دوباره سیگنال فروش به ما داد. FTC کاریش نداریم. اوه خبر اومد، خبر آمد، خبری در راه است. تو چه سشنی هستیم مگه؟ آخرای نیویورک که معلوم نیست کی سخنرانی کرده. ولکام تو آبادان. چیکار کنیم؟ من میگم پوزیشن ها ببندیم. به این کفم رسیده، طمع نباید کرد. یکیشو میبندم یکیشو میذارم. به صورت طبیعی بازار آمد، هیچ کاریش نداریم. توی 1 دقیقه ببینیم چه خبر شد. استاپمون رو بیاریم. من دیگه میارم استاپمون میذارم کندل به کندل. اوضاع خیلی خطریه. توی سشن نیویورک هم نگاه کنیم 18 12 6 ساعت گذاشته. این مثلا 11 شب خودمون دیگه خسته ایم، میخوایم بریم بخوابیم. آقا جون 11 12 ما این یه ترید ببینیم با ما چیکار میکنه. ساعت یه ذره براتون میبرم بالا. من اینجا دیگه اون پوزیشن بالایی رو میبندم قاعدتا، زیادم طمع نمیکنم. پوزیشن 3 که نگاه کنید اینا کلی هم $5800 5% تو سود میبندمش. اینم با این استاپ میذارم دیگه. اگه رفت پایین تر دستی میبندم چون دیگه مثلا خوابم میاد. سرعت بازار رو زیاد میکنم ببینم بعد دومی هم تیک پرافیت شو. به همین راحتی سرعت بازار رو عادی کنیم دیگه. آخر سشن نیویورک تریدامون رو ببینیم. گرافمون رو بیاریم. ولی گراف که کاملا نشون میده 13% سود گرفتیم. اینم گرافمون.
3 تا ترید شورت، یه دونه لانگ، همه برنده 100% زدیم. اینجا فقط کمیسیون ها رو نگاه کن، هیچی. ولی از اون ور اسپرد ها رو نگاه کنید، دو پیپ اسپرد گرفته. سرعت بازار رو بریم. ببین با اینکه اومد استاپ منو زد ولی هنوزم داره میرزه. ببین ریخ تا کجاها که نریخ، فقط اومد استاپ منو بزنه. حالا دیگه آخر شب هم میخوام بگم که تمام نباید بکنیم. بازار ممکنه یه ذره دیگه بریزه و قوی برگشت، پس تمام هم نباید. یه ذره باید واقع بینانه به موضوع نگاه بکنیم. خب من سرعت رو ببرم بالا که دیگه سشن ها میبینید ته سشن نیویورک دیگه خبری هم اومد و بازار تکون شدیدی داد. ما سرعت رو ببریم بالا که توی سشن ها برسیم به سشن لندن بعدی. بازار که چه تکونایی نه، همین 1 ساعت قبل از لندن هم برای ما خوبه. توی 15 دقیقه چی رو داریم میبینیم؟ یه آپترند خوشگل زیاد به دل من نیست واقعیت شو بخوای. ببینیم چند درصد اینجا، 38%. من مثلا خیلی خوشبینانه خریدار باشم میام اینجا میخرم، 50% بریزه بالا. من فیبوناچی باز نیستم، اون فقط درصد 50% و 80ش برای من مهمه که چقدر بازار برگشته باشه. اصلا کاری به اعداد فیبوناچی نداره، مجبوریم توی فارکس از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم. اسمش هم ریتریسمنت دیگه، ما میخوایم بازگشت تا اندازه بگیریم. یه تقلب کوچیک بهتون برسونم. ببینید اینجا میتونستید وارد بشید خیلی راحت توسط سیگنال ما. بریم عقب. اینجا سیگنال FTC رو داریم، اینجا داره اوور سولد میشه، قشنگ همه چیز بر وفق مرادتونه. قشنگ میبینید رسیده به عدد 19. اینو میتونستید خرید بزنید طبق معمول. اسپردا رو میبینید که ماشاءالله سرعت بازار روی سرعت طبیعیه، من کاری بهش ندارم. فقط میخوام بگم که میتونستید یه سود 10-12 پی پی هم اینجا با یه استاپ خیلی کم بگیرید، استاپ 6 پی پی. من نمیگیرم، نگین تقلب کرد، فقط میگم که اندیکاتور به شما ورودی رو داده بود. بله سودم شد و میبینید دیگه از همین اینجا این سیگنال چیزم میده. من حالا صداشو بستم به شکل نوشتاری و صوتی آلارم هم میده. من آلارما رو بستم چون وگرنه این وسط نگاه کنید 1 بار 2 بار 3 بار این دکمه رو که فشار بدم سرعتشو ببرم بالا 100 بار مسیج و آلارم میاد رو صفحه. من فعلا بستم، شما بعدا ببندیم، بعدا براتون فیلتر مشخص میکنم که فقط توی اینجا اوور سول اون موقع بای بهتون بده. توی ببخشید
آره دیگه اوورسول. توی اووربات هم بهتون سل نشون بده. ترافیک پیغاماتون هم بیاد پایین. خب اینجا ما چیزی کاسب نمیشیم. چرا؟ چون توی اوورباتیم. توی 15 دقیقه خلاف روند میشه دیگه. الان روند سعودیه، ما خلاف روند که ترید نمی کنیم. از وای میسیم که چه کار کنه. ترید روز ما همین بود که بعد از همینجا میگرفتیم میومدیم 44-5 پیپ سود میگرفتیم که تنبلی کردیم. شما نباید خواب میبودین. اینجا ساعت چنده به وقت خودمون؟ 2 ساعت فرق داره دیگه. 6:50. شما باید 8:50 صبح پای چارت میبودیم. برای اینه که میگن سرخیز باش تا کامروا باشی. منتظر ساعت 10:30 لندن حتما نباید باش. روزی شما اینجا بود که نگرفتیمش و گذشت. دوباره اینجا به ما سیگنال داد. من داشتم با شما حرف میزدم، اینه که بذاریم تقلب کنیم بگیریم دیگه. شرایط برقراره. دقیقا اینجا سیگنال داد، اوورسولدیم، خرید میزنیم. استاپمون هم خیلی کوچیکه. این نگاه کنیم استاپمون 10 پیپ هم کافیشه. باهایی میزنیم و میریم جلو. حداقل 1% بگیریم ها. اگر خوابم میموندیم تا ساعتهای 10 و اینا 1% بده دیگه. 1%مون هم باز از بازار میگرفتیم. بالای مووینگ 200 پس سیگنال FTC خرید، اوورسول با خرید میکنیم. 3 شرط برقراره. بالای مووینگ 200 FTC سیگنال خرید، اینم که اوورسول. هر 3 شرط برقراره. بله 1% هم به ما داد، بیشتر هم داد، 1.2%. 2 پیپ هم داره از ما اسپرد میگیره از هر دو طرف. یعنی $400 داره از ما دزدی میکنه. رسید به 2%، 1-2. قشنگ و شیک و مجلسی. رو تایم 15 دقیقه کندل اینگولفینگه. میتونیم هم نبندیم، میتونیم هم ببندیم، ولی 2% گرفتیم. ما شروع میکنیم به چی؟ محافظه کاری. چجوری محافظه کاری؟ اینجوری استاپ لاسمون رو میاریم میذاریم اینجا، میگیم هرچی بشه ما رو اینجا از بازار با سود بنداز بیرون. شاید هم دیدیم خدا رو چه خواستی سشن لندن شاید یک خبری اومد یه ایمپالس موو خوب رو با بالا داشتیم. شاید هم داریم طمع میکنیم همینجا تو $2000 سود نمیبندیم. کی میدونه؟ هیچ کی نمیدونه. هیچ کس آینده را ندیده است، نمیداند چه میشود. FTC به ما سیگنال فروش داد. بذارین سرعت واقعی بازار. FTC به ما گفت بفروشین آقا. پس ما میبندیم همه پوزیشن همون. 15% سود تا اینجا با 5 تا ترید. یه ترید هم اینجا داشتیم کلی 48 پیپ. 40 پیپ شما بذار. 4% هم اونجا میتونستید بگیرید اگر سحرخیز میبودید. من دارم با شما حرف میزنم دیگه، کلا این قسمت اینجا رو فراموش میکنم. چارت نگاه. باید شما اول حواستون، من سرعت من خیلی بردم بالا. شما دارین حالت طبیعی اینجوریه، کلی وقت دارید. تازه آلارم هم میاد. حالا با آلارم هم یه سری نشونتون میدم که چجوری وقتی که قیمت اینجا میاد پایین تر FTC هم مثلا سیگنال بده، به صورت مسیج روی متا تریدرتون یه مسیج دریافت میکنید
که مثلا USD CAD گلدن سیگنال بای. این صورت الان طبیعی بازاره. میبینید که اگه بخواید نگاه کنید میبینید بازار اینجوری تکون میخوره. من اگه با شما حرف بزنم فراموش میکنم اینجا رو نگاه کنم، اینجا هم حتی میتونستید به راحتی دید بزنید، نگاه کنید. ولی من دارم 10 تا کار همزمان انجام میدم و سرعت بازار رو دوباره بالا میبرم. دیگه به فکر خرید نیستم. چرا؟ چون یه بار دو بار اینجا هم تازه شما میتونستید تقلب کنید وارد بشید پرایس اکشن، یا 50% حرکت رو همین ساپورت دوباره خرید میکردیم، سومین ورودیتون میشد. دیگه خیلی بازار رفته بالا. هر بالا رفتنی هم یه پایین اومدنی داره بالاخره. از این کف ما در نظر بگیریم برسیم به سشن نیویورک. الان تو سشن لندنی، یکم دیگه مونده برسیم به سشن نیویورک. ببینیم تو سشن نیویورک چی میشه. تمام یکم ریزش داشته باشیم، دوباره صعود. بله میبینید که من بازم میگم دارم با شما حرف میزنم. این سیگنال کاملا معتبره. اوورسولد وای رو FTC وای رو میزنی خیال راحت 1% سودم به شما میداد. مجموعاً فعلا 15% سود کردیم. میخوایم هم تریدامونم نگاه کنیم. اینا از 2.11 15% ما سود گرفتیم. پس دوباره میگم هیستوری روی چارت که داشته باشیم. ترید هامون هم ایناست. قشنگ و شیک و مجلسی تریدا رو دارید میبینید. فقط روی یک جفت ارز ما بودیم. تریدای بسته شده پرافیت ما $15,000 یا 15%. لاس هم که داره میزنه من نمیدونم کدوم تریدمون بوده لاس شده. اون یکی از تریدار به خاطر همون اسپرد استاپ لاس ما خورده. حالا کاری هم نداریم. ریالایز پرافیت 14,856 14.8% سود خالص. توی 2 روز. سود خوبیه. این آخری هم اگر روش اضافه میکردیم این هم خودش چقدر استاپ لاس داشت؟ همون 10-12 تا. اینجا هم 1-2% دیگه سود میکردید و مجموعاً یه 16-17% توی 2 روز سود میکردید. خسته نباشید. اینم آموزش نحوه کار با اندیکاتور طلایی CFX.